چی خیلی که همگان میدونن پرزیدنت ها دوستداران و طرفدارانی زیاد دارند، اما دشمنانی آنها را نیز انکار کردن نمیشود. از همین سبب آنها را محافظت کردن برای پیشرفت دولت اهمیتی مهم دارد. یکی از مجله مشهور بریتانیای کبیر مونوکل تحقیقات گذرانیده 5 پرزیدنتی که از طرف محافظتگران خود با درجه عالی حفظ کرده میشوند نشر میکند. بیایید میبینیم که از این 5 پرزیدنت یگان تاش را میشناسیم. برای دوام خیلی ویدیو رولک های جالب تکمچه دوست داشتن را زیر کرده و به کانال ما ابونه شوید. در این مجله پنجم پرزیدنتی که حفظ عالی کرده می شود پرزیدنت جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان نشر شده است. رجب طیب اردوغان یکی از شخصایی که دشمنان زیاد دارد به حساب می رود و با دیوار گوشتین حفظ کرده می شود. گویم هم خطا نمیکنیم. از طرف امنیت یک چند روز پیشتر جایهایی که او سفر میکند تحت نظارت گرفته می شود و برای حفظ او 3000 نفر تأسیس کرده شده است. رجب طیب اردوغان با ماشین‌های سرشمار از یک جا به یک جای دیگر حرکت میکند. از این پرزیدنت هایی که با درجه عالی حفظ کرده می شود پرزیدنت جمهوری خیتای زی جینپینگ می باشد. در سفرهای درونی این لیدر آسمان از طرف هواپیماهای جنگی محافظت کرده می شود. علاوه بر این در وقت سفرهای پروازی هواپیمای او را 8 عدد هواپیماهای جنگی با نیت محافظت کردن همراهی می کنند. لیدری که از همه محافظتگران سرشمار دارد این جینپینگ می باشد. پیش بینی شده است که جینپینگ را تقریبا 1 میلیون نفر محافظت می کند. عکس دیگر لیدران، لیدر اسرائیل نتانیاهو از طرف اسکران محافظت کرده می شود. کاروان او را ماشین های سرشماری اسکران همراهی می کنند و زیاده از 3000 محافظتگر او را محافظت می کند. ولادیمیر پوتین در برابر محافظتگران سرشمار 90 اتوماشین زیر پوش او را همراهی می کند و یکی از لیدرانی که با درجه عالی حفظ کرده می شود به حساب می رود. در وقت سیاحت راه اتومبیلگردی ساعت‌های پیش تمام گذرگاه‌ها با نقلیات‌ها بسته شده و ماشین‌های ایست شده تازه کرده می‌شوند. همچنین در تمام بیناهای گرد و اطراف سنایپریست‌ها جایگیر کرده می‌شود. در هوا باشد ورتولیت‌های میلیتسیا او را همراهی می‌کنند و زود حرکت کردن را به پوتین تأمین می‌کنند. از همه پرزیدنتی که با درجه عالی محافظت کرده می شود این لیدر ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ می باشد. او از دیگران نگاه کرده تهدیدهای زیاد می گیرد و دقتانه حمایت کرده می شود. فقط سبب در جای اول بودن ترامپ لیموزینی مخصوص لایحه کرده او می باشد. در کاروان او نیز تمامی ماشین های زیر پوش می باشند و ماشین های خود او خیلی مستحکم است. نگذرانیدن تیر یک طرف استاد حمله های نوکلیاری نیز به این ماشین ضرر داده نمی تواند. درهای او را از بیرون کشیدن ناممکن است. در وقت حمله هوایی یگان مقدار هوای زهرآلود از بیرون نمیتواند به درون این ماشین راه یابد. در درون آن اتوماشین با مقدار معین آب، خوراکواری و قطعه های اکسیژن نیز وجود دارد. در وقتی بعضی لیدرهای جهانی که خیلی خوب محافظت کرده می شوند سخن گفتن و کیم یونگ اون را داخل نکردن البته که درست نمی شود. او از دیگران خیلی فرق می کند و همچنین محافظت کنیش. در ماه گذشته چه خیلی که می دونیم با لیدری کره جنوبی واخورد و در اینجا محافظتگران او دقت تمام دنیا را به خودشان جلب کردند. آنها برابر ماشین دویده او را همراهی می کردند. یک باز رسیدیم به پایان یک نوار دیگر. شاد و پیروز باشید.